آقا سلام. امروز خواستم یه موردی رو باهاتون در میون بذارم، شاید جالب باشه. 15-16 روز پیش من دست چپم یه جورایی از کار افتاد، ناخودآگاه یه حالت لمس شد. هرچی دکتر و فیزیوتراپی این ور اون ور رفتیم نشد. یه دوستی داشتیم آخر برگشت گفت آقا بیا بریم پیش یه دعانویس. بلند شدیم رفتیم پیش دعانویسه، تا رسیدیم به من گفت چشاتو ببند. چشامو بستم و اینایی که موکل دارن. یه مقدار زمزمه کردیم ور اون ور، گفتم چی شد؟ گفت آقا دستت قهر کرده. گفتم یعنی چی قهر کرده؟ گفت میگه که تا الان با دست راستت هرچی اشغال میکردی یا هرچی این ور اون ور میکردی یا حال و حول بوده، خوراکی بوده، خوردنی بوده، با دست راست انجام میدادی. هر موقع میخواستی بری دستشویی یاد دست چپ میافتادی و دست چپت قهر کرده. گفتیم حالا چیکار کنیم؟ گفت هیچی، این موضوع در پاتم صدق میکنه. اگه تا الان با پای چپ میرفتی دستشویی، این به بعد یه خط در میون برو، یه بار با راست برو یه بار با چپ. هیچی. گفتیم چیکار کنیم خوب شه؟ گفت هیچی، من بعد اون کارهایی که با دست راست انجام میدادی رو با دست چپت انجام بده، نم نم راه میفتی. آقا ما اومدیم خونه، طبق تجویزی که ایشون کرد انجام دادیم. کارهایی که با دست راست انجام میدادیم، خورد خوراک و این ور اون ور و فلان، با دست چپ انجام دادیم. باورتون میشه راه افتاده دستم راه افتاده، خود به خود راه افتاد. من که اعتقاد ندارم ولی شد. چه حکمتیه.